با عرض سلام به کل بینندگان تلویزیون الاهوازیه که هر شب ساعت 10 به وقت دولت اهواز اشغالی و آذربایجان جنوبی اشغالی و بغداد، امروز برنامه داریم با جناب آقای انصاف علی هدایت، پژوهشگر و خبرنگار معروف در رابطه با آخرین وضعیت انتخابات و اختیار آقای پزشکیان جهت ریاست جمهوری موسوم به ایران. ما به شما و بینندگان به آقای هدایت خوش آمد میگیم. خوش آمدید آقای هدایت. خیلی خیلی ممنونم. سلام عرض میکنم حضور شما و بینندگان عزیز. امیدوارم که همتون خوب باشید. تشکر میکنیم که دوباره دعوت ما را قبول کردید. آقای هدایت، با تبلیغات زیاد و سرصداهای زیاد در عموم جغرافیای موسوم به ایران از طرف نظام، بالاخره مسئله انتخابات تموم شد و آقای پزشکیان را به عنوان رئیس جمهور خلف ابراهیم رئیسی اختیار کردند. آیا واقعا این انتخابات به اراده ملل انجام شده و حتی اختیار آقای پزشکیان با اراده ملل انتخاب شده، یا نظام مصلحتی داشته که آقای پزشکیان را اختیار کردند؟ جناب ابو نزال، ببینید در ایران انتخاباتی وجود نداره. انتخابات نیست، انتصابات هستش. ببینید وقتی قانون میاد در رأس تمامی گواه رهبر رو قرار میده و رهبر یه شورا تشکیل میده که اسمش شورای نگهبان قانون اساسی هست و این شورا یکی از وظایفش اینه که بیاد کاندیداهای مورد نظر خامنه ای رو انتخاب بکنه از میان کسانی که ثبت نام کردن و میخوان کاندید بشن و از میان اینها 6 نفر رو انتخاب میکنه که 5 نفر برای همکار میکنن که یکی در بیاد و یعنی تبلیغاتشون رو برای یکی انجام میدن و یه نفر هم اونجا برای زیبایی صحنه هست، نه برای چیز. اینها فکر میکردن که مثل همتی خواهد بود در دوره قبل که همتی رأی نیاورد و اون رئیسی رأی آورد و بقیه کنار رفتن. الان اینجوری نشد. الان با توجه به اینکه دکتر پزشکیان در دوره نمایندگی یک جمعیتی رو در فراکسیون در مجلس تشکیل داده بود، اسمش شده بود فراکسیون ترک های ایران یا مناطق ترک نشین ایران. این نمایندگان طبق برآوردی که خود عوامل وزارت اطلاعات در مرکز فکر آذری ها انجام دادن و برای سلطنت طلبان و اپوزیسیون هم سخنرانی کردن، این فراکسیون در مجلس به قدری قدرتمنده که از دو فراکسیون بسیار پرسابقه اصلاح طلبان و محافظه کاران در مجلس قدرتمندتره و میتونه رئیس جمهور انتخاب بکنه. ولی همونها باز اعلام میکنن که بعد از 2 سال کشمکش میان رهبر و سازمانهای اطلاعاتی و نظامی و این فراکسیون خاموش شد. چراغش رو پایین کشیدن، فتیلش رو خاموش کردن. با توجه به این سابقه این آدم و همین که این پزشکیان چند بار در آذربایجان یه حرفایی رو زده که خیلی جالب هست. مثلا در یکی از ویدیوهایی که از ایشون منتشر شده و خیلی قبل از انتخابات هست، چند سال مثلا 6 سال قبل از انتخابات این انتخابات هست، ایشون میگه که ما در آذربایجان باید برسیم به رده‌های بالاتر در حکومت، بتونیم بودجه بگیریم برای مملکتمون و الا آذربایجان عقب خواهد ماند. یعنی ایشون این شناخت رو داشته، یعنی شناختی. نمیگم که ایشون ترک هست، یعنی تعصب بسیار شدیدی به ترکیت داره یا آذربایجانچی هست، بسیار ناسیونالیست از نظر آذربایجانی ها، نه این نیست. ولی این که ایشون ببینید در ایران
در 100 سال گذشته از دوره 1304 تا الان که 1304 تا الان که 1404 یک سیاستی رو در مورد چند تا ملت در ایران به کار بردن. یک، عرب ها رو تعریف کردن، ترک ها رو تعریف کردن در ایران به طور رسمی. دولت اومده گفته که در اینجا عرب وجود نداره، ما کسی رو به اسم عرب، با تاریخ عرب، با زبان عرب، با ملیت عرب، با ناسیونالیسم عرب نمیشناسیم، به رسمیت نمیشناسیم و این ملتی به نام ملت عرب، فردی به نام فرد عرب ممنوع وجودش، نمیتونه وجود داشته باشه در خاک ایران. اینها اینجوری تعریف کردن. همچنین گفتن که در این سرزمینی که ایران نامیده میشه ما ترک نداریم. کسایی که در اینجا هستند یا ترک زبانند، آذری هستند، و یا عرب زبانند، عرب هستند. عرب نیستن، تموم شد، ترک نداریم. ولی پزشکیان برعکس این سیاست رسمی 100 ساله دولت فاشیست های ایرانی فارس اومده گفته که نه آقا، من ترکم، زبانم ترکی است، پدر مادرم ترکه و افتخار میکنم که ترکم. این رو تو مجلس هم گفته. خب حالا این سابقه تاریخی در این حال که پزشکیان بر علیه ترک ها حرف میزنه، بر علیه آذربایجان، جمهوری آذربایجان حرف میزنه، از ارمنستان حمایت میکنه، بر علیه جمهوری ترکیه هست، بر علیه اینکه خیلی چیزهای دیگر هم داره تو شناسنامش. اما آذربایجانی ها اومدن گفتن که برای منافع ملی ما ترک ها در ایران، بین جلیلی و این فرصتی که الان هست، کدوم یکی برای ما بهتره؟ آیا ما کلا ببازیم یا حداقل 1% از احتمال این که ما یه حقوقی رو بگیریم داشته باشیم؟ بر اساس این تئوری اومدن و خب مثلا شما میدونید من تحریم کردم. همچنین در احزاب آذربایجانی، بسیاری از احزاب آذربایجانی استقلال طلب تحریم کردن. بخشی از احزاب آذربایجان گفتن که ما موضع نمیگیریم، مردم خودشون میتونن تشخیص بدن و رأی بدن. بعضی هم گفتن که برید رأی بدید. این موضع در احزاب خارج از ایران هست. ولی در مرحله اول مردم آذربایجان رأی ندادن. کلا میشه گفتش که مثل دوره رئیسی حتی کمتر از اون رأی دادن و طبق بعضی از آماری که دارن ایران میدن حدود 8% مردم رأی دادن که خیلی خیلی یعنی مشروعیت نداره حکومت. ولی در مرحله جان یه موردی هست که البته کلی ساکنین جغرافیای موسوم به ایران، ملل و غیر ملل میدونن. در دوره‌های سابق همینطور که عنوان رفته اصلاح طلب، خاتمی آمده همین شعارهایی که آقای پزشکیان داد، روحانی حالا با سبک دیگه بازم در رابطه با مسائل عدالت اجتماعی هم صحبت کرد. ولی در نهایت ملل چیزی عایدشون نشده و از اون تاریخ حدود 20 سال تا امروز همین شعارها یعنی تکرار میشه. آیا واقعا الان آقای پزشکیان میتونه ثابت کنه و عملی کنه این شعارها که این همه، حالا بگذاریم از تعداد نخبگان، آیا اونایی که رای دادن، حالا چه در بین ملت ترک یا عرب یا بلوچ، آیا میتونه به وعودی که به این ملت ها داده میتونه کاری بکنه؟ آیا نظام میذاره؟ نه، نظام که عبارت از خود خامنه‌ای هست. ایشون در سخنرانی میگه نظام، وقتی نظام میگه خودشو نشون میده، یعنی اینکه نظام خودشه. ایشون مخالف هر نوع اصلاحات هست، یه دوگماتیسمی رو مبتلا هست، یه بیماری خودمحوربینی مرکزبینی رو مبتلا هست که اجازه نمیده. پزشکیان یک شانسی داره که خاتمی و بقیه نداشتن و اون اینکه احتمال داره میره که خامنه‌ای تا زمستان بمیره یا بکشنش. احتمال این مسئله خیلی زیاد شده. از طرف پزشک ایشون گفته شده که ایشون تا زمستون زنده هست، میتونیم تضمین بکنیم زمستون به بعد رو دعا بکنیم. حالا این نشون میده که احتمالاً ایشون بمیره.
وقتی بمیره یک خلأ قدرت مرکزی در ایران به وجود خواهد اومد. آقای ابونظار، وقتی خلأ مرکزی به وجود، ببینید قدرت قاطبه رو شاه داشت. وقتی شاه به خلأ قدرت مبتلا شد، ملل اومدن یه استفاده متاسفانه نتونستیم بکنیم. الان خامنه‌ای قدرت انتقالی رو گرفت، خیلی طول کشید، حدود 8 سال طول کشید قدرت رو قبضه بکنه، کاملا به دست بیاره. الان اگر خامنه‌ای بمیره، نفر بعدی هر کسی باشه مورد توافق ملل و افراد نخواهد بود، حتی تشکیلات سیاسی ایران نخواهد بود در داخل. مثلا فرض بکنید که اصلاح طلبان و محافظه‌کاران، طرفداران هاشمی رفسنجانی و بقیه احزاب بر سر اون توافق نخواهند کرد. در نتیجه یک خلأ قدرت مرکزی در ایران به وجود خواهد اومد. در اینجا پزشکیان یک شانس داره، تنها پزشکیان این شانس رو نداره. ملل در ایران، ملل در این واحد سیاسی به نام ایران یک شانس دارن، یک شانس استقلال. یعنی اگر در اون شرایط که این قدرت مرکزی به خلأ مبتلا خواهد شد، ملت عرب، ملت ترک آذربایجان، ملت قشقایی، ملت ترکمن، بلوچ، لور، کرد و بقیه میتونن از اون خلأ مرکزی استفاده بکنن و دولت خودشون اعلام بکنن. البته این اصلاح طلبان هم اجازه میده که بتونن در این در مبارزه بین جناح‌های مختلف برای کسب قدرت در اون مقطع به پزشکیان اجازه میده. ولی در غیر از این صورت پزشکیان تنها امربر هست. در ارتش یک واژه هست، در اردوهای نظامی امربر، یعنی کسی که یک فرمان رو دریافت میکنه از یک نقطه به نقطه دیگر میبره. پزشکیان دیروز 4 ساعت 5 ساعت با خامنه‌ای جلسه داشته، نتیجه اون جلسه از امروز به تدریج خواهد اومد. ایشون رو حالا یه وعده هایی در انتخابات داد، البته وعده چندانی هم نداد. واقعیت اینه که وعده اقتصادی اصلا نداد، فقط گفتش که زنها باید اینجوری نباشن، نمیدونم باید از ملل کرد و عرب و ترک و اینها باید در قدرت شرکت داشته باشن، همینها رو گفت. ولی اینکه آیا میتونه اینها رو عملی بکنه؟ به نظر من نمیتونه. اولا خامنه‌ای نمیذاره، ثانیا اون قدرتی که 100 سال اون هسته مرکزی قدرت رو، دولت پشت چیز رو، مثلا دیروز دیدی جلیلی گفتش که اگر ما چیزهایی رو خواهیم گفت، اگر پزشکیان عمل نکنه ما وارد صحنه میشیم. حتی یکی از اونا نوشته که آقای پزشکیان منتظر اعدام خودت باش. یعنی حتی تا این مرحله هم رفتن تو تهدید پزشکیان. این باعث میشه که یک مقدار ترک ها، یعنی ما، به پزشکیان بیشتر نزدیک بشیم، حمایتش بکنیم و این به نفع رژیم. این سیاستی که اونا اعلام میکنن به نفع رژیم هست، برای اینکه ما رو خواهی نخواهی سوق میده به طرف اینکه اجازه ندیم این سقوط بکنه پزشکیان. و این هم نقطه آخر آقای ابونظار، اون هم این که پزشکیان آخرین شانس سلسله شانس های این حاکمیت 100 سال است. یعنی اگر پزشکیان موفق نشه، نتونه اون چیزهایی رو که مردم میخوان، نه اینکه حاکمیت میخوان، نه اینکه اصلاح طلبان میخوان، نه اون چیزی که ملل میخوان، اگر نتونه به اون عمل بکنه، آخرین شانس حاکمیت تموم میشه دیگه. ما میدونیم که سنی ها رو اجازه نمیدن بیاد و نمیتونن ازشون استفاده بکنن به عنوان اهرم، اجازه نمیدن عرب ها بیان. اجازه مثلا رضایی دیگه شانسش رو از دست داده، رضایی کاندید هم بشه این نمیتونه و هیچ ملتی دیگر رو اجازه نمیدن. در نتیجه آخرین شانس حاکمیت و بهترین شانس حاکمیت بعد از این 45 سال هست، وگرنه سقوط حاکمیت حتمی هست. بله آقای هدایت، به مورد مهم اشاره کردید در رابطه با اینکه اگه آقای پزشکیان بخواد و نظام نگذاره، آیا ممکنه از اونایی که تاییدش کردن، از ملل تاییدش کردن، دعوت کنه که به پشتیبانی خود بیان تا اون موارد حداقل در یعنی مسائل اقتصادی، مسائل آزادی فردی، مسائل حتی حقوق بشر، دعوت کنه که پشتیبان اون بشن؟
یه مواجهه مستقیم با نظام داشته باشه؟ اگر این کارو بکنه که من فکر نمی کنم جرأتش رو داشته باشه، فکر نمی کنم، ولی ممکنه در روند ببینید به هر حال پزشکیان در جبهه اصلاحات قرار داره. درسته که عضو یک حزب مشخصی نیست، اما در جبهه اصلاحات قرار داره و اگر اصلاح طلبان به این نتیجه برسن که باید ریسک بکنن و در داخل حاکمیت یک جنگ سیاسی، نظامی، امنیتی ایجاد بکنن، من فکر نمی کنم خاتمی یا بقیه کسانی که ادعای رهبری اصلاح طلبان رو دارن به این جسارت رسیده باشن که بخوان اصل نظام رو در خطر قرار بدن برای اینکه به یه خواسته هایی دست بزنن. اگر به این مرحله برسن و این شجاعت رو داشته باشن که بخوان جمهوری اسلامی رو در معرض سقوط قرار بدن و حاکمیت 100 ساله پانفارس های پان ایرانیست رو به پایان برسونن، به نظر من میان این کار رو میکنن. ولی نه، در غیر این صورت اولا خاتمی چیزهاش، این دکتر پزشکیان به تنهایی نیومده، ایشون با تیم اصلاح طلبان هست، اصلاح طلبان در پشت سرش رفتن، به تنهایی عمل نمیکنه. مصلحت و مشورتی رو که باید انجام بده با این تیم و با تیم رهبری انجام میده. در نتیجه من فکر نمی کنم از مردم بخواد بیان خیابون ازش حمایت بکنن. من این تصور رو ندارم. اگر این کار رو بکنه حاکمیت فرو میریزه. بله آقای هدایت، پس ما سوال رو به نوع دیگه سوال میکنیم. خب ملل الان شرایط کلا رو به وخامت بیشتری هست، شرایط اقتصادی، شرایط سیاسی، و ما دیدیم اصلا نه فقط اون 4 نفر یا 2 نفر اخیر، نه 80 نفر همه صحبت کردن در رابطه با وضعیت وخیم اقتصادی و حتی مسائل اجتماعی. آیا اگه آقای پزشکیان اون وعده ها حالا به هر بهانه‌ای باشه نظام نمیذاره، خودش جزوی از نظامه، آیا ملل میتونن خودشون به اصطلاح فرصت را غنیمت بشمارن، همینطور که در سالهای 58 و 57 و تا 59 انجام بدن؟ خود ملت ها تو خیابون ها بریزن و این نمایش های 100 ساله رو و اشغالگری رو به اصطلاح به پایان برسونن؟ جناب ابونضر بسیار نکته دقیقی رو اشاره فرمودید. ببینید مرحله اول انتخابات تحریم بود در داخل، مرحله دوم همکاری ملل. ببینید من مثلا یه نامه رو تعدادی از نویسندگان فعالان مدنی آذربایجان نسبت مردم عرب الاهواز نوشتن و از مردم الاهواز خواستن که در انتخابات به پزشکیان رای بدن در مرحله دوم. ببینید طبق آماری که آقای بنی تروف اعلام کردن، 88.2% رای دهندگان عرب در الاهواز به پزشکیان رای دادن. این نشون میده که بین ملل ترک و عرب، بین ملل ترک و بلوچ، بین ملل بقیه ملل یه همکاری و همسرنوشتی وجود داره. یعنی به هم اعتماد کردن. این خیلی مهمه. در تاریخ برای اولین بار نه رهبران ملل، ببینید در قضیه جنگ جهانی دوم و یا دوره پیشوری یا قبل از اون، عرب ها از ترک ها حمایت کردن، اما رهبرانشون نه ملت. ولی این بار ما میبینیم که توده ملت، توده عرب ها، توده بلوچ ها، توده کرد ها، بالاترین رای دهندگان، نه تحریم کنندگان، رای دهندگان بالاترین رای رو به پزشکیان میدن. اما به خاطر خود پزشکیان رای نمیدن. پزشکیان اتفاقا جزو تبلیغاتی که علیهش شد خیلی بیشتر بود. اینکه نمیدونم آدم کشته، نمیدونم دو دانشگاه ها این حجاب رو این برداشته و حجاب رو اجباری کرد و از این تبلیغات خیلی زیاد بود بر علیهش. اما اعتمادی که عرب ها، افراد عرب به ترک ها داشتن در این 40 سال که از هم حمایت کردن، اینها باعث شد که به هم نزدیک بشیم و این پزشکان در مرحله دوم رأی آورد و رأیش هم قابل ملاحظه هست نسبت به تحریم. یعنی به هر حال 50%، 51% مردم حتی در دوره دوم به گفته ایران، نه به گفته ما،
ما میگیم خیلی تحریم خیلی بالاست، ولی اینها تلاش کردن که نشون بدن تا ساعت 12 نصف شب که نه مردم دارن رأی میدن. اصلا این چیز اتفاقی نبود. قبلا 24 میلیون نفر، 30 میلیون نفر، 35 میلیون نفر رأی داده بودن و رأی ساعت 10 شب تموم شده بود. الان خیلی کم رأی دادن و تا ساعت 12 شب. این یه بازی بود، این یه بازی برای اینکه ما رو فریب بدن و به هر حال موفق هم نشدن. ولی پزشکیان الان یا باید از این همکاری ملل استفاده بکنه و اینکه ملل به هم رسیدن. ملل الان در جستجوی این هستن که بتونن خودشون رو سازمان بدن در اولین فرصت ممکن. اگر مثلا بر سر این پزشکان یه اتفاقی بیفته، احتمال ترورش باشه، احتمال این باشه که هلیکوپترش سقوط بکنه، ماشینش منفجر بشه، هر اتفاقی بیفته، اون وقت این ملل و تحریم کنندگان میان بیرون و حاکمیت تموم میشه. یعنی ببینید من عرض کردم آخرین شانس دولت ایران 100 ساله از 1304 تا الان، آخرین شانس این ایرانی که وجود داره و فکر میکنن هست، این ایران آخرین شانسش پزشکیان. یا باید اجازه بدن پزشکیان ملل رو به صحنه بکشه، حقوقشون رو، یه بخشی از حداقل حقوق رو به اینها بده، یا اینکه این ملل میان بیرون و کار پایان پیدا میکنه. یعنی ما به این نقطه رسیدیم، به نقطه همکاری رسیدیم. ببینید آقای ابو نزار، یه اتفاق دیگر هم اتفاق افتاد که ما باید این رو نادیده نگیریم. ببینید شما و ما، ملت عرب و ترک و بلوچ و ترکمان، اینا ما دارای رادیوها و تلویزیون های فراوان نیستیم. ببینید فارس ها در روی کره زمین حدود 150 تا 160 رادیو تلویزیون 24 ساعته داره. ما عرب های الاهواز و آذربایجانی ها، ماها یکی دو تا کانال بیشتر نداریم که محدود، ساعت های محدودی رو دارن کار میکنن. من یک بار حساب کردم رادیو تلویزیونی که دارن به فارسی ایران رو پوشش میدن در دنیا، روزانه حدود 240 ساعت برنامه پخش میکنن. یعنی شما بینندگان در ایران هر برنامه‌ای رو بخوان میتونن پیدا بکنن. ولی شما فکر کنید که حالا شما عرب ها و ما ترک ها، مثلا ما یه تلویزیون داریم که خیلی قدیمیه، مثلا خیلی قدیمی، حدود 22 سالشه. این تلویزیون روزی 8 ساعت برنامه داره، دیگه برنامه نداره. یعنی مردم ما اگه بخوان اون 16 ساعت باقی مونده رو یه چیزی نگاه بکنن، باید برن تلویزیون های فارسی رو ببینن و تمام. حالا ولی در این انتخابات مرحله دوم یه اتفاق افتاد. ملل ما نه به BBC گوش دادن مثل سال 57 که خمینی رو رهبر بکنن، نه به رادیوهای داخلی گوش دادن، تلویزیون‌های داخلی گوش دادن، نه به لس آنجلس و اینترنشنال و ایونتو و از این حرفا. اومدن روی ملت خودشون، روی خواست خودشون عمل کردن. این برای اولین بار در یک هفته، ببینید از جمعه تا جمعه چه اتفاقی افتاد در ایران که پزشکیان برنده شد. این رو باید ببینید. نه رادیو تلویزیون اضافه شد به زبان ترکی و عربی، هیچ کدوم، نه بلوچی نه کردی، نه یه عملیات نظامی شد، نه یه اصلاحات شد، هیچ اتفاقی نیفتاد. این خود ملت بودن که با هم تماس گرفتن، خواستاشون رو گفتن یک روزنه‌ای پیدا شده، خیلی کوچک، خیلی کوچک، به اندازه سر اون سوراخ سوزن، یه روزنه‌ای پیدا شده که امیدوار بشیم که حاکمیت از پزشکیان به عنوان یک فاکتور تغییر و اصلاح استفاده بکنه و تغییر بده. اگر تغییر داد که فبه المراد، اگه تغییر نداد آقای ابو نزار، این تو لبه پرتگاه ایرانی در 4 سال آینده، در 5 سال آینده وجود نخواهد داشت، سقوط خواهد کرد. پزشکیان آخرین شانسه که این ایران رو نجات بده و من شخصا امیدوارم پزشکیان شکست بخوره. من شخصا دعا میکنم پزشکیان شکست بخوره، یا پزشکیان رو بکشن، منفجرش بکنن، اعدامش بکنن، هر کاری میخوام بکنن، ولی پزشکیان اگر بکشن حاکمیت تمومه، ایران تمومه، چیزی به نام ایران وجود نخواهد داشت، اصلا خواهد پاشید. بله آقای هدایت، الان ما در رابطه با مسائل داخلی همین ملل، مسئله ریاست جمهوری و آقای پزشکیان غیره رو بذاریم کنار. بله. ملل بعد از این همه 100 سال و این همه نمایش های وعد و وعید،
این همینطور که جناب علی اشاره کردید آخرین شانس این دولت موسوم به ایران نیست. نباید خود ملت ها خودشون فرصت را بعد از این همه وعده و وعید و اسمهای رنگارنگ، لباسهای رنگارنگ، آخوند و عمام سفید و عمام سیاه و کراوات و غیر کراوات، همه آمدن وسط. ضمن اینکه برنامه داره به پایان میرسه، آقای هدایت حدود 5 دقیقه در رابطه با این موضوع صحبت کنید. الان نباید ملت ها فرصت را غنیمت بشمارن بعد از عدم اجرای وعد و وعود نظام. آقای ابونظر اجازه بدید من یه مسئله دیگر رو ببینید. این انتخابات یک برنده و یک بازنده داشت، اون پزشکیان نبود. بازنده این بازی کلا ملت فارس بودن، سیاسی های فارس بودن. تمام اون داخل نیت فاشیستی خودشون رو به طور علنی از رادیو تلویزیون ها بیرون ریختن. اینها بالا آوردن این فاشیسمی که 100 سال تو درونشون تلاش میکردن پنهان بکنن رو بالا آوردن. ملت ما با چهره اوریان پانفارسیسم فاشیست، عرب و بلوچ و ترک و قشق، همه ملل با این پدیده روبرو شدن. از طرف دیگه این پدیده خیلی بی اخلاقی کرد، یعنی به حداقل دموکراسی در کشورهای غربی هم اعتنا نکرد. یعنی اومدن به همدیگه فحش دادن و فحش‌های بسیار رکیک رو هم ضبط کردن، هم جلوی پلیس دادن به هم دیگه و اینها رو منتشر کردن و سطح فرهنگ سیاسی، اخلاقی، دینی، هویتی، ملی خودشون رو بسیار سقوط دادن. یعنی از نظر اخلاقی، دینی، فلسفی، اجتماعی، روابط انسانی، حقوق بشری، پانفارسیسم و پانیراnism سقوط کرد. یعنی جایگاهی نداره. ملت دیگه به این ملتی که میان حداقل دموکراسی رو مراعات نمیکنن و هم دیگه به خاطر رأی دادن و رأی ندادن دارن، خیلی یعنی انسانی نیست. این سقوط از نظر برنده کیا بودن؟ برنده ملل بودن، ملل ترک و عرب. ببینید اینها با هم همکاری کردن. الان من زمزمه هایی رو میشنوم مبنی بر اینکه اتاق فکر و اتاق فرماندهی تشکیل بشه، با هم بتونن همکاری بکنن، سیاست ها رو پیش بینی بکنن که مثلا سناریوهای آینده چه خواهد بود. ببینید ما فکر میکنیم که در حدود درصد سال گذشته ملل ما دارای خان و ارباب بودن، یعنی رهبران محلی بودن که میتونستن ملل رو پیش ببرن. هم اون رو از بین بردن، هم اجازه ندادن ما ملل غیر فارس در ایران تشکیلات سیاسی و رهبران سیاسی داشته باشیم. الان این داره پدید میاد، این داره به وجود میاد، یعنی رهبران سیاسی داره به وجود میاد که از حاکمیت دورن و مردم دارن صدای اینها رو میشنون یا رأی ندادن. ببینید وقتی میگیم که حدود 90% مردم رأی ندادن در مرحله اول، این یعنی که صدای رهبران جدید رو ملت شنیدن و دارن فکر میکنن که اوکی ما باید بریم به این سمت. در مرحله دوم رهبران یه ذره فتیله چیز رو خاموش کردن، تحریم رو. ملت پیام گرفتن که اوکی میتونیم به پزشکیان رأی بدیم. این نشون میده که ملت داره به هم نزدیک میشه. این ملت میخوان یک تغییر ایجاد بشه، به حقوقشون آشنا شدن، به خواستشون آشنا شدن، دیگه فریب نمیخوان فریب بخورن. من امیدوارم، من شخصا انصاف علی هدایت خیلی امیدوارم که ما در آینده رهبران جدید ملی خودمون رو داشته باشیم که سیاست‌های ملی رو در راستای منافع ملت عرب، ملت ترک، ملت بلوچ، ملت کرد، ملت قشقایی، ملت ترکمن، ملت لور و بختیاری و بقیه ملل خودشون تصمیم بگیرن، ملت عمل بکنه خارج از اراده تبلیغاتی سیاسی پانفارسیسم و پانیراnism فاشیست. آقای هدایت، من ضمن خداحافظی با کل بینندگان و جناب علی سوال آخر، الان شرایط یعنی شبیه زمانی بوده که اتحاد جماهیر شوروی بوده، وضعیت اقتصاد و بد و در عهد آقای گورباچوف، به اضافه شرایط داخلی اتحاد جماهیر شوروی شبیه به جغرافیای موسوم به ایران، متعدد الملل بود، بیش از 10-15 تا جمهوری داشت یا ملت داشت،
و در نهایت شرایط داخلی اقتصادی و سیاسی، اتحاد جماهیر شوروی به هم پاشید، از هم پاشید. 13 تا جمهوری یک روزه مستقل شدند. آیا این شرایط نظام اگر نمیخواد روزنه‌ای باشه برای ملل، برای وضع اقتصادی و غیره، آیا امکان هست که همون کاری که ملل در اتحاد جماهیر شوروی انجام دادن ممکنه در ایران اتفاق بیفته؟ ببینید، در اونجا رهبریت سیاسی که در دست حزب کمونیست اتحاد جماهیر شوروی بود هم پاشیده بود. یعنی وقتی گورباچوف اومد دیگه به قدری اینها از اون سیستم زده شده بودن که با گورباچوف مخالفت نکردن. من نمیدونم، الان خبر ندارم در داخل ایران در بین سیاستمداران راست و چپ، رادیکال و اصلاح طلب، آیا یه چنین وضعیتی حاکم هست یا نه. به نظر میاد که این حاکمیت در اونجا وجود نداره. به نظر میاد که ملل در داخل، اون مللی که نخگانه در ایران وجود داره، من فارسا رو ملت نمیدونم، دارای سرزمین هم نیستن به نظر من، ولی این ملل نخگانه تقریبا همون شرایط رو دارن. من فکر نمی کنم که پزشکیان گورباچوف باشه و این اجازه رو هم اتفاقا اگر هم یک چیزی داشت، یک چندتاش یه چیزی بود در این مورد که بتونه یک کاری انجام بده، به خاطر این دیگه رو آب افتاد، خامنه‌ای باهاش اجازه نمیده، نمیذاره. ولی بعد از خامنه‌ای قطعا ایران فرو میریزه. یعنی چه بخواد چه نخواد ایشون گورباچوف میشه، چون جامعه تحمیل میکنه، ملل تحمیل میکنه. آخرین دژ این رژیم خامنه‌ای هست و پزشکیان آخرین امیدشه و بعد از این ایران تجزیه خواهد شد و کشورهای مستقلی، ببینید در شرایط بین المللی هم اینو میخواد، شرایط منطقه‌ای البته. ببینید کشورهای ترک و کشورهای عرب به خاطر ایران که همه رو تهدید کرده در خطر هستن، احساس خطر میکنن. به نفع کشورهای عربی و ترک هستش که ایران تجزیه بشه، کوچیک بشه و این تهدیدش از بین بره. برای اینکه ایران این تهدیدش باعث شده تمام اکثریت منابع مالی این ملل منطقه، کشورهای منطقه داره صرف خرید سلاح میشه. کشورهای عربی حدود 600 میلیارد دلار میخوان سلاح بخرن. این برای منطقه ما خطرناکه. این کشورهای عربی هم اینو نمیخوان، ملت ها هم اینو نمیخوان، چون در نهایت باید بین یکی جنگ بشه، اینو خرج بکنن، مثل همین چیزی که الان در روسیه اتفاق افتاده بین اوکراین و روسیه و دارن تمامی سلاح‌های جنگ جهانی دوم تا الان رو مصرف میکنن در این بازار. من فکر میکنم که این آخرین شانس ملل هم عرب هست هم ترکی که ایران تجزیه بشه و ملل مختلف، کشورهای مختلف تأسیس بشه، امنیت صلح در این منطقه به وجود بیاد، سلاح‌های بیشتری خریده نشه، به منطقه صلح و ثبات در این منطقه در جهان تبدیل بشه و رشد بکنه. اتفاقا ولیعهد عربستان بن سلمان، اگر اشتباه نکنم اسمشو، گفته که اروپای آینده اینجا خواهد بود. این خیلی امید خوبیه، این خیلی امید خوبیه. گرچه نمیگه ولی باید این خطر ایران از بین، خطری به نام ایران، وجود ایران باید از بین بره. برای همین هم ملل همسایه، کشورهای همسایه ایران، هم خود ملل در داخل ایران پاسدار تجزیه ایران و تشکیل کشورهای مستقل هستند تا بتونن در صلح، رفاه و آرامش و دموکراسی و آزادی زندگی بکنن. این امید و خواست رو ما در فکر کردن که در پزشکیان هست. امیدواریم که شانس با پزشکیان باشه و خامنه‌ای بمیره و ایران تجزیه بشه. البته تا وقت برنامه تموم بشه حدود چند دقیقه باید به بینندگان اشاره کنیم و به نظر من حتی ایده آقای هدایت اینه که ملل باید تحرک کنن. ملل بعد از 100 سال وعده به وعید تا همین امروز حتی روشنفکرای فارس که به واقعیت هایی رسیدن که این الشهادة يا وطن كلنا جند للفداء على
سخينا ونسل أرضك بالدماء. أفديك يا عرق الأسود المهجة وروحي وجهدي ووفائي.